ای که با حسن کلامت جمله را دعوتگری، خود چرا از راه حق غافل به دنبال شری؟ شرط انسانی همین است که تو خود آدم شوی، پس زی آدم گشتن خود در غم عالم شوی. بعدن السلام علیکم دوستان عزیز و مهربانم. بنده خواستم یک قصه بسیار تأثیر بخش را بهرتان پیشکش نمایم. میگوید در زمان پادشاهی عبدالاحد خان در یکی از مسجد بخارا خطیب جوان ظاهر بشد که خطبه وی مردم را به گریه می آورد. آوازه شهرت این خطیب جوان به عبدالاحد خان رسید و به آن مسجد رفت و در یکی از خطبه هایش اشتراک کرد. عبدالاحد خان به حرکت های خطیب جوان دقت می داد که هر بار نام پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و صحابگان را می گرفت صلوات می فرستاد و پایش را سخت به زمین می زد. چون مردم از خطبه بالغ آن جوان متأثر شده بودند، عبدالاحد خان نخواست تا آن حالت را خللدار بسازد. از این رو تا آخر خطبه نشست و بعد از مسجد برآمدنش دستور داد تا در مسجد دار را بردارند و فردا در آنجا از آن خطیب خطبه بخواند. دو کار عبدالاحد خان مردم را به حیرت درآورد. یکی مکافات ندادنش به خطیب و دومش برداشتن دار. با وجود این کسی چیزی نگفت و فردا در وقت مقرر شده عبدالاحد خان و آن مسجد آمد و خطیب جوان به خطبه خواندن آغاز کرد. در این اثنا عبدالاحد خان دستور داد تا وی را از منبر پایان بکشند و موزه اش را از پایش بکشند. هنگام موزه اش را از پا کشیدن در داخل موزه در زیر سم پایش ورق را پیدا کردند که در آن نام پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و خلیفه هایش نوشته شده بود. پناه بر خدا. بعد تحقیق معلوم گردید که خطیب مذکور از یهودیان بخارا بوده برای دشمنی و تحقیر کردن دین اسلام مدرسه خوانده و خطیب شده است. میگوید امیر دستور داد تا آن خطیب یهودی در آن دار فرموده اش دار کشیده شود. چون این را مردم مشاهده کردند در بین خود گفتند که امیر کرامات داشته است و با کرامات مکر یهودی را کشف کرده است. اما عبدالاحد خان به مردم رو آورد و گفت من صاحب کرامات نیستم، ولی وقتی که مشاهده کردم که هنگام ذکر نام پیامبر خدا درود بر او پایش را به زمین سخت میزند، دانستم که این مسلمان نمی باشد. با وجود این چون سخنانش دیروز به شما سخت تأثیر کرده بودند چیزی نگفتم و آشکار کردن حالش را به امروز گذاشتم. پیش از مرگ یهودی قائل شده است که اینک مدتی دور و دراز است که یک چند یهودی ها در تمام امارات بخارا، سمرقند و این کار مشغول بودند. یهودیان بخارا میخواستند تا مسلمانان از اصل اسلام دور شوند، بدعت و خرافات و بافته ها را پیرو گردند، نه از قرآن و سنت نبوی را، و بعضا به این مقصدشان رسیدن. ما آنقدر بدعت و خرافات را در بین مسلمانان پهن کرده ایم که تا روز قیامت به شما بسنده است. شما آن بدعت ها را از اسلام است گفته قبول نموده اید. گفته است آن یهودی پیش از مرگش. این حکایه واقعی است
و آن به ما از طریق مخدوم مسجد از پدرش ایشان اوراق که شاهدی آن بودند رسیده است. از همین سبب دوستان عزیز، ما مسلمانان را می باید آن طاعت و عبادت و ذکر و اعمالی را که پیرو کردیم که از قرآن و سنت نبوی تأکید گشته است و در طبق مذهب امام اعظم باشد، در این اختلاف نظر نیست، و الا بی‌پروا از آن اعمالی که در آن اختلاف و حتی خطر شرک است پیرو کردیم، روز محشر از آن عمل کرده ها پشیمان خواهیم گشت، چون آن روز اعمالی که از اسلام نیست در روز جزا مردود خواهد بود. اینک رسیدیم به پایان یک قصه دیگر. در آخر خواستم یک شعری که یک برادری، یک دوستی نزدیک ما خود نوشته کرده است بهرتان پیشکش نماییم. واقعا شعر تأثیر بخش است. خواهش میکنم که این شعر رو با دقت تا آخر گوش بدهید. انشاءالله باوری دارم که به شما کمی هم باشد پسند خواهد آمد. ای که با حسن کلامت جمله را دعوتگری، خود چرا از راه حق غافل به دنبال شری؟ شرط انسانی همین است که تو خود آدم شوی، پس ز آدم گشتن خود در غم عالم شوی. خود به صورت عاقل و سیرتت چون شب سیاه، کی تو می بخشی به عمر تاریک خود صبحگاه؟ گر غم کس را به دل جا کردن تو آرزوست، پس چرا عصیان و شر اندر رهت چون مو به موست؟ پیش مردم می تراشی از خودت والا مقام، تا که نامت ذکر گردد در زبان خاص و عام. پس ز مردنها جواب بایدت دادن یقین، کوش تا قلب و زبانت یک شود در راه دین. پیش الله هیچ کار نیست که ما پنهان کنیم، یا عملهای درون خود مدام کتمان کنیم. پرده ای بین من و تو از میانها رفتنی است، پرده ای بین من و تو از میانها رفتنی است، دان که یک روز جوابی هر نفسها گفتنی است. جان شیرین فکر کن از ساعتی روزی گران، تا بهار زندگی را نگردانی خزان. یک دم اندیشه کن از این که امت نام توست، یک دم اندیشه کن از این که امت نام توست. شهد گفتار محمد از اول در کام توست. او تو را از جان عزیز و محترم تر کرد و رفت، امتی خود را میان جمله سرور کرد و رفت. پس جواب آن همه الفت کجا شد این زمان؟ بر تو میگویم بیندیش یک دم از روزی گران. وای از آن ساعت که پیغمبر ز تو سازد سؤال، در حیات خود چرا دادی تو شیطان را مجال؟ اندر آن ساعت چی میگویی دم اندیشه کن، با شجاعت در ره شیطان تبر بر ریشه کن. قیمت خود را بدان و از شیاطین دور باش، پیش ناز و نعمت عالم مثال کور باش. تا که دنیا مست و مغفورت نسازد با فریب، راه هموار شریعت را نگرداند نشیب. همچو اصحاب محمد در دل و در دیده باشی، چهره پوشیده هر ساعت سنجیده باش. پند آموز از کلام و از سخنهای رسول، تا که گردد جمله نازت به درگاهش قبول. شعر اقبال جز حقیقت نیست چیزی دیگری، گر تو داری عقل و هوش و با خودت چشم سری. بر روان ما دعا کن هر دم پیش خدا، نیک و بد را جان شیرین باید کردن جدا. با شما بودم بنده عبدالله، یکایک شما را از برای الله پاک دوست می‌دارم. خواهش میکنم در حق بنده به دعا باشید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.